وای درسام گرفتم. من نمیدونم آخه چرا همیشه اونی که از همه بیشتر خور و پف میکنه زودتر از بقیه هم خوابش میبره. عجب خور پف میکنه ری. صد رحمت بخیر. میگم عمو صفدر اگه میشد دانشمندا یه وسیله اختراع میکردن که از خور پف برق تولید کنه، الان این خسرو شما یه نیروگاه هسته‌ای محسوب میشد. آره والا، حداقل یه درآمدی هم این پسره به دست می آوردیم. خسرو پاشو پسر، آخه چرا نصف شبی صدای تراکتور در میاری؟ ای خدا، خب چه کار کنم آقا جان؟ تو خواب که نمیتونم برات آغازی بخوانم که. این صدای چی بود؟ اون کیه تو آشپزخونه؟ کیه؟ اونه میگی؟ آره. اسیه دیه. اگه اون اسیه پس میشه بگی من کیم؟ اوه یا ابابیل دوز آمده. آی دوز، وای دوز. ساکت پسر، گوشم رفت. معلومه دزدش ناشیه چون به کادون زده. هر کی هست معلومه از ما محتاج‌تره. اگه تونست چیزی پیدا کنه خب بذار برداره بره، ما که چیزی توی خونه تا حالا پیدا نکردیم. آخ آقا جان، من با پول یارانه 4 دانه تخم مرغ خریدم برای نهار فردا. اگه تخم مرغ را بخوره بدبخت میشیم ها. نترس پسر جان، قبض گازو ندادیم قطعش کردن. با چی میخواد نیمرو درست کنه؟ با فندک؟ عمو صفدر چند سال پیش زمان این لامپ حبابی های پرمصرف یادته؟ آره بابا. بابام هر وقت میخواست بره بیرون این لامپا رو روشن میذاشت که اگر دزدی چیزی اومد فکر کنی که ما همون تو خونیم. اما آخر ما که میشد بیشتر از چیزی که دزد قرار بود بزنه میدادیم اداره برق. صاحبخونه خوابه؟ والا خواب بودیم، اما اینقدر ترق و تروق کردی که بیدار شدیم. حاجی والا خسته شدم از بس گشتم. چرا توی این خونه هیچی واسه دزدیدنه؟ دیر آمدی ای نگار سرمست. قبل از شما علی گدا و ابراهیم رئیسی هر چی که داشتیم سرقت کردن. دیگه چیزی واسه دوزای دیگه باقی نذاشتن. ای بر پدرشون لعنت. بشمار. حالا چی کار کنی؟ ای قربان دستت، اگه داری 500 تا دستی به ما بده، نیم کیلو گوجه بگیریم فردا یه املت اساسی بزنی تو رگ. آخه تی بلند میسه اگه 2 تومونم به من بدی من ممنون تو میشم. شهری دانشگاه بابا ما در آورده، چی میگی تو؟ یکی ما رو باش که امشب بازم به کادون زدی. بیا شرمنده، یک کنیم بیشتر تو کیفم نی. یه جورایی بین خودتو تقسیم کنی داداش. قربون مرامت برم پسرم، یا بغلم دردت به سرم. خدا لعنت کنه آخوندهای دزدو. ما که غیر از همدیگه کسی رو نداریم بابا. آقا جان جیبش نزنی. میذاری تمرکز کنیم یا نه؟